مادری نابینای کنار بستری پسری بیمارش در شفاخانه نشسته بود و گریه میکرد. فرشته فرود آمد، گفت: ای مادر، من از جانب خداوند آمدم. رحمت خداوند بر آن است که یکی از آرزوهای تو را برآورده سازد. بگو از خداوند چه میخواهی؟ مادر گفت: از پروردگارم میخواهم تا پسرم شفا یابد. پشیمان نمیشوی؟ گفت فرشته. نه، گفت مادر. اینک ببین که پسرت شفا یافته، اما تو میتوانستی بینایی چشمان خود را از خداوند بخواهی. مادر لبخند زد و گفت: آخر تو مهر مادری را چی میدانی؟ سالها گذشتند. پسر بزرگ شد، اویله‌دار شد. همسرش را خیلی دوست داشتم. روزی به مادر گفت: مادر، نمیدونم برای چطور بگم، اما همسرم نمیخواد با تو یک جا اقامت کند. از این خاطر از دیگر گوشه شهر برایت خانه میگیرم، اونجا تو اقامت کن. نه، گفت مادر، ناراحت مباش. من خانه پیران سالان میروم، اونجا با همسیر سالهایم به راحت خواهم بود. گویان مادر آهسته از در حولی بیرون شد، گوشه نشست و باز مشغول گریستن شد. بار دیگر فرشته فرود آمد، گفت: ای مادر، دیدی که پسرت با تو چه کرد؟ حالا پشیمان شده ای؟ میخواهی نفرینش کنی؟ نه، گفت مادر. آخر تو چی میدانی؟ فرشته گفت: ولی باز هم خداوند شامل حال تو شده. بگو از خداوند چه میخواهی؟ میدانم که بینایی چشمان خود را از خداوند میخواهی. نه، گفت مادر. فرشته با تعجب زیاد پرسید: پس چی؟ مادر گفت: از پروردگارم میخواهم تا عروسم برای پسرم همسری مهربان و وفادار باشد. آخه من دیگر نمیتوانم او را نگاه بیل کنم. اشک از چشمان فرشته سرازیر شد. از اشکهایش 2 قطره بالای دیده مادر گذاشت. مادر بینا گردید. چون اشکهای فرشته را دید پرسید: مگر فرشته ها هم گریه میکنند؟ فرشته گفت: بله، هنگام اشک میریزیم اگر خداوند بگیرد. مادر باز با تعجب زیاد پرسید: مگر پروردگار هم گریه میکند؟ فرشته گفت: خداوند از شوق موجود آفریده‌اش با نام مادر در حال گریستن است. هیچ کس و هیچ چیز را نمیتوان با مادر و مهر به اندازه او مقایسه نمود. سلام داشت.